ماه شوق. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از طلحه ابن عبدالله خداوند از او راضی باد روایت است که دو مرد به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و اسلام را یک جایه قبول نمودند. یکی از این نفران از دیگرش اجتهادی بیشتر داشت و او در یکی از غزوه ها شهید شد. اما نفر دیگری آن 1 سال دیگر زندگی نموده، سپس او نیز از دنیا درگذشت. طلحه میگوید در خواب دیدم که نزد در جنت ایستاده ام و آن 2 نفر نیز نزدم بودند. این هنگام از داخل جنت شخصی برآمد و شخصی را که آخران از دنیا گذشته بود اجازتی به جنت در آمدن نمود. بعد از آن شخصی شهید شده را برای در آمدن به جنت اجازت داد. سپس آن 2 نفر به نزد من بازگشتند و گفتند بازگرد، حالا وقت شما فرا نرسیده است. صبح طلحه این خواب را به مردم نقل نمود و همه تعجب کردند و این خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت از چی تعجب میکنید؟ صحابگان گفتند ای پیامبر خدا، یکی از این 2 بسیار مجتهد بود و در راه خدا شهید شد و آن نفر دیگر پیش از او داخل بهشت گشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت آیا آن نفر دویمین 1 سال دیگر زنده نبود؟ گفتند آره. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت رمضان را دریافت و روزه گرفت؟ گفتند آره. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت در این سال نماز خواند و چنین و چنان سجده نمود؟ گفتند آره. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت پس بین این 2 بین آسمان و زمین فرق است. روایت احمد. رمضان اهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. علما در شرح این حدیث میگویند در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است بهترین شما کسی است که عمر درازی با طاعت دارد. پس انسان مسلمان هر قدر بیشتر رمضان را دریابد و روزه دارد، به طاعت و عبادت مشغول شود، همان قدر ثواب زیاد را نائل می گردد. شخص مسلمان به سبب بسیار سجده نمودن قدر و منزلتش نزد خداوند افزون می گردد. رمضان اهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. بله برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که آن شخص دویمین که باز 1 سال زندگی نموده رمضان را دریافت، آن را پیش از شخصی که شهید شد به در آمدن جنت اجازت دادند. این دلالت می دهد به برکت و فضل رمضان که در این ماه عبادت‌های ما یک چند درجه ثواب دارد و انسان با انجام دادن عبادت‌ها در این ماه قدر و منزلتش در نزد خداوند بالا می شود. پس خداوند را شکر می گویم که ما را به این رمضان رسانید و این ماه را ما باید پرثمر گذرانیم، چون نمی دانیم که تا رمضان آینده ما در این دنیا هستیم یا نیستیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.